به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین. بخیر به درس امروز ما حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون هندسه در صنف 11 ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون هندسه میخوانیم و از همین طریق میتونیم با موضوعات جدید در علم هندسه هم آشنا شویم. همه شما عزیزان میفهمید که ما در درس های قبلی در مورد وکتور صحبت کردیم. شما حالا با وکتور در روی مستوی کمیت وضعی آشنا هستین، با شعاع وکتور آشنا هستین و به همین شکل میتونید فاصله یا اندازه یک وکتور را در روی مستوی کمیت وضعی دریافت کنید. در صورتی که نقطه آغاز و نقطه انجام وکتور را بفهمین، شما میتونید فاصلهش را در روی مستوی کمیت وضعی دریافت کنید. امروز در مورد دریافت نقطه وسطی یک وکتور صحبت میکنیم. عنوان درس امروز ما دریافت نقطه وسطی وکتور در روی مستوی کمیت وضعی می باشه و این درس ما شامل صفحه 251 و 252 کتاب ریاضی بخش هندسه است. هدف ما در درس امروز این هست که یاد بگیریم چگونه میتونیم نقطه وسطی یک وکتور را در روی مستوی کمیت وضعی دریافت کنیم. پس قلم و کتابچه هایتان پیشتان باشن. نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب شاگردای عزیز، به خاطر دریافتن نقطه وسطی یک وکتور شما باید نقطه آغاز و انجام وکتور را داشته باشید. با هم دیگه یک مستوی کمیت وضعی یا سیستم مختصات قائم ترسیم میکنیم که متشکل از دو محور عمود بالای همدیگه می باشه. محور y محور عمودی هست، محور x هم محور افقی هست. نقطه تقاطع هر دو محور x و y هم مبدای مستوی کمیت وضعی می باشه. حالا هرگاه یک وکتور در روی مستوی کمیت وضعی به این شکل قرار گرفته باشه، این وکتور به طور مثال نام وکتور را میگذاریم وکتور A. وکتور چی؟ وکتور A. و این وکتور بدون شک یک نقطه آغاز داره. ببینید نقطه آغازش این نقطه سرخ رنگ، نقطه P1 به طور مثال. یک نقطه انجام داره و نقطه انجامش به طور مثال نقطه P2. شما آغاز وکتور و انجام وکتور را به محورهای x و y وصل بسازید. ببینید به این شکل P1 را هم شما یا نقطه آغاز وکتور را هم شما زمانی که به محورهای x و y وصل بسازید، محور x را در نقطه x1، محور y را در نقطه y1 قطع میکنه و نقطه P2 را هم اگر شما به محورها وصل بسازید، به محورهای x و به این شکل به محور x وصل بسازید و به این شکل هم به محور y وصل بسازید، محور x را در نقطه x2، محور y را هم در نقطه y2 قطع میکنه. حالا اگر شما بخواید نقطه وسطی وکتور را دریافت کنید، این وکتور را خوب به دقت ببینید. نقطه وسطی که وکتور نصف شود در اون نقطه، نصف کاملا برابر به یک سمت نقطه و نصف برابر هم به سمت مقابل نقطه وجود داشته باشند، نقطه وسطی وکتور را چگونه دریافت میکنیم؟ این نقطه به طور مثال نام نقطه را میگذاریم PM. نقطه وسطی وکتور را PM، نقطه وسطی وکتور که مختصه xش به طور مثال در این قسمت قرار گرفته باشه، مختصه x و yش را باید دریافت کنیم که مختصه x و yش را زمانی که نشان میدیم به این شکل در وکتور نشان میدیم. یک فرمول داریم به خاطر دریافتن نقطه وسطی. به طور مثال اگر نقطه وسطی یک وکتور را PM بگوییم، بدون شک که این نقطه یک مختصه برای x خود داره، یک مختصه هم برای y خود داره. بنابراین یک فرمول داریم. فرمولش چی هست؟ میگیم نقطه PM برای دریافتن مختصه x نقطه وسطی یک وکتور، شما مختصه x آغاز وکتور را جمع مختصه x انجام وکتور کرده تقسیم 2 میسازین و برای دریافتن مختصه y نقطه وسطی شما مختصه y آغاز وکتور را جمع مختصه y انجام وکتور کرده و تقسیم 2 میسازین.
از این فرمول به خاطر دریافتن مختصه x و y نقطه وسطی در یک وکتور استفاده می‌کنید. زمانی که شما یک وکتور را در این مستوی کمیت وضعیت داشته باشید، بدون شک هر وکتور یک نقطه آغاز داره، یک نقطه انجام. نقطه آغازش هم مختصه x و y داره، نقطه انجامش هم مختصه x و y داره. زمانی که شما می‌خواید نقطه وسطی را دریافت کنید، نقطه وسطی هم یک مختصه برای x داره، یک مختصه برای y. به خاطر دریافتن مختصه x نقطه وسطی، شما مختصه x آغاز وکتور و مختصه x انجام وکتور را با هم دیگه جمع میکنید، تقسیم 2 میسازید. و با خاطر دریافتن مختصه y نقطه وسطی، شما مختصه y آغاز وکتور و مختصه y انجام وکتور را با هم دیگه جمع کرده، تقسیم 2 میسازید. از این فرمول استفاده کرده و شما میتونید نقطه وسطی یک وکتور را دریافت کنید. خب شاگردای عزیز، حالا اگر یک سوال به ما داده شده باشه و از ما خواسته شده باشه تا مختصه نقطه وسطی یک وکتور را دریافت کنیم، کدام وکتور؟ با طرح مثال نام وکتور ما هست وکتور A. مختصه نقطه وسطی وکتور A را گفته دریافت کنید در صورتی که مختصه نقطه آغاز وکتور با طرح مثال یعنی نقطه A باشه 2 و 7 و مختصات انجام وکتور با طرح مثال انجام وکتور را با حرف B نشان میدم، مختصات انجام وکتور باشه 3 و 4. 3 و 4 در این صورت نقطه وسطی وکتور را چگونه دریافت کرده میتونیم؟ یک وکتور داریم، نام وکتور ما هست وکتور A. آغاز وکتور مختصاتش 2 و 7 هست، انجام وکتور مختصاتش 3 و 4 هست. نقطه وسطی بین آغاز و انجام وکتور A را چگونه دریافت کرده میتونیم؟ یعنی PM نقطه وسطی خود وکتور A را چگونه دریافت کرده میتونیم؟ یک فرمول داریم، فرمولش همه پیشتر با هم دیگه کار کردیم. در کل یک مختصه برای x، یک مختصه برای y نقطه وسطی دریافت میکنیم. فرمول ما چی بود؟ فرمول ما به این شکل بود: PM x2 x1 جمع x2، یعنی مختصه x نقطه آغاز جمع مختصه x نقطه انجام تقسیم 2. و برای مختصه y، مختصه y نقطه آغاز جمع مختصه y نقطه انجام تقسیم 2 به این شکل. خب شاگرد عزیز، حالا کاری که باید انجام بدیم این هست که x1 y1 x2 و y2 را تعیین کنیم. در نقطه اولی که بارت از نقطه آغاز وکتور می باشه مختصاتش x1 و y1. نقطه دومی هم مختصاتش x2 و y2. خب نوشته می کنیم PM. حالا بیاین که در قسمت اولی ببینیم x1 جمع x2 بر 2. x1 هست 2، x2 هم هست 3. نوشته می کنیم که 2 جمع 3 بر 2. برای مختصه y هم y1 جمع y2 بر 2. y1 7، y2 4. 7 جمع 4 بر 2. 7 جمع 4 بر 2. 7 جمع 4 بر 2. حالا پیش میریم به این شکل PM مساوی هست و 2 جمع 3 5. 5 بر 2. در این قسمت داریم 2 جمع 3 5. 5 بر 2. در این قسمت هم 7 جمع 4. 7 جمع 4 11. 11 بر 2. کم دیگه هم میتونیم پیش بریم. نوشته میکنم مختصات نقطه وسطی وکتور A هست 5 تقسیم 2. 5 تقسیم 2 2.5 و 11 تقسیم 2. 11 تقسیم 2 هم میشه 5.5 به این شکل. حالا بریم با هم دیگه وکتور A را ترسیم کنیم. وکتور A را با هم دیگه ترسیم کنیم. مستوی کمیت وضعیه را در ابتدا رسم میکنیم که متشکل از 2 محور عمود بالای همدیگه می باشه. محور عمودی عبارت از محور y، محور افقی هم عبارت از محور x هست. بیاین نقطه آغاز وکتور A را دریافت کنیم که نقطه A هست. البته اول محورها را تقسیم بندی میکنیم: 1 2 3 4 5 6 7 و 8 بر روی محور x. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 واحد هم بر روی محور y.
نقطه آغاز وکتور مختصاتش هست 2 و 7. 2 برای محور x و 7 هم برای محور y در این نقطه قرار میگیره. 2 و 7 عبارت از نقطه آغاز وکتور هست که با حرف A نشان میدیم. مختصات نقطه انجام وکتور 3 و 4 هست. 3 و 4 در این قسمت قرار میگیره. نمایشگر میکنم مختصات انجام وکتور هم در این قسمت قرار میگیره که عبارت از 3 و 4 هست و با حرف B نشان میدیم انجام وکتور را. این وکتور را با هم دیگه ترسیم کنیم. آغاز وکتور را به انجام وکتور وصل میسازیم و در این قسمت وکتور A را تانستیم که ترسیم کنیم. این وکتور عبارت از وکتور A هست. ما مختصات نقطه وسطی وکتور را دریافت کرده بودیم PM. مختصه Xش بود 2.5، مختصه Yش بود 5.5. حالا بیاین که نقطه وسطیش را هم تعیین کنیم. مختصه Xش 2.5 تقریبا در وسط 2 و 3 قرار میگیره و مختصه Yش هم 5.5 هم در وسط 5 و 6 قرار میگیره به این شکل. در این قسمت با نقطه سرخ رنگ مختصه نقطه وسطیش را هم تعیین میکنیم. نقطه وسطی را نامش را میگذاریم نقطه چی؟ نقطه PM که مختصه Xش هست 2.5 و به همین شکل مختصه Y نقطه هم هست 5.5 و این شکل. تانستیم خود وکتور را هم ترسیم کنیم، نقطه وسطی وکتور را هم دریافت کنیم و نقطه وسطی وکتور را هم نشان بدیم و از فرمول که برای دریافتن نقطه وسطی یک وکتور وجود داره هم استفاده کردیم. از شما می‌خوایم که درس امروز را دوباره در خانه تکرار کنید. هر دو فرمولی که خواندیم، هم برای دریافت فاصله وکتور و هم برای دریافت نقطه وسطی وکتور، دو درسی که در 2 روز خواندیم را در خانه دوباره تکرار کنید و تمرینی که در صفحه 252 کتابتان وجود داره، روز قبلی فاصله های وکتورها را که آغاز انجامشان براتان داده شده بود را دریافت کردین. حالا نقطه وسطی وکتورها را با استفاده از نقاط آغاز و انجامشان دریافت میکنین. تمام وکتورها را در روی مستوی کمیت و وضعیت ترسیم کرده روز بعدی به صنف میاریم. تا روز بعدی که دوباره مضمون هندسه داریم، همه شما را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. خدا نگهدارتون. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.